اسرائیل شب 18 مارس حمله‌هایش را بالای ایران افزایش داده گفت به قسمت شمالی این کشور ضربه‌های موشکی زد. رسانه‌های اسرائیل خبر دادند که کشتی‌های ایرانی در ساحل‌های بحر خزر مورد هدف قرار گرفتند. فعلا تصدیق درستی این گزارش‌ها امکان ندارد و تأثیر حمله‌ها همچنان معلوم نیست. در همین حال بسیاری‌ها در داخل ایران از ادامه جنگ اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی احساس ناامیدی و ترس دارند. یک ساکن تهران گفت که بسیار چیز در این شهر دیگر شده است. ما قبل از جنگ تازه داشت بازارمون رونق می‌گرفت. با اون گرونی بود، با اون درصد تورمی که داشت میرفت بالا، ما تازه شروع کرده بودیم یک کاسبی نصف و نیمه در بیاریم که وارد جنگ شدیم که دیگه اصلا همه چی به هم ریخت. 2 هفته بستیم، بعد 2 هفته باز کردیم. خب رهبر عزیزمون از دست دادیم، مجبور شدیم که یه هفته هم تعطیل کنیم. بعد از اونم که 40 روز عزای عمومی و الانم که دارید می‌بینید در خدمتتون هستم. همصحبت دیگری خبرنگار ریترز در ایران هم از این وضع ناراحت است. خب به طب خیلی سخت داره میگذره نسبت به قبل. خب اون ترس و دلهره‌ای که هستش برای خودمون، برای بچه‌ها و اینکه تمام کارا همینجوری مونده، دانشجو داریم، مثل قبل مطمئنا نیست. خب فرق کرده. در پایان هفته سوم جنگ حمله‌های ایران علیه هدف‌های آمریکا در کشورهای عربی خلیج فارس هم بیشتر می‌شوند. ایران پس از آن که گفت روز 18 مارس میدان گازی منطقه پارس جنوبی مورد حمله‌های شدید قرار گرفت، تهدید نمود که مؤسسه‌های انرژی را در سراسر منطقه هدف قرار می‌دهد. مطبوعات اسرائیلی گزارش داد که حمله از جانب اسرائیل و با رضایت آمریکا صورت گرفته است، ولی رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ کمی دیرتر در شبکه تراست سوشال نوشت که او درباره این حمله از پیش خبر نداشت. این هشدار قاطع و خط و نشان برای ایران در پاسخ به چند مؤسسه نفتی در سراسر عربستان سعودی، امارات متحده عرب و قطر هشدار اضطراری فرستاد و گفت ساعت‌های نزدیک این مؤسسه‌ها مورد حمله قرار می‌گیرند. پس از مدتی کوتاه قطر گزارش داد که در نتیجه حمله موشکی احتمال از طرف ایران در یک میدان گاز سوختار سر زد و خادمان یاری اضطراری در جای حادثه کار می‌کنند. شرکت قطر انرژی از خسارات عظیم گزارش داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شام 18 مارس در شبکه اجتماعیش هشدار داد که در مکان فوق‌العاده مهم و ارزشمند پارس جنوبی در ایران دیگر هیچ گونه حمله اسرائیل صورت نمی‌گیرد و در عین زمان تهران را تهدید کرد که اگر بار دیگر در قطر حمله انجام دهد، نیروهای آمریکایی تمام مؤسسه را به طور گسترده منفجر خواهند کرد. عربستان سعودی گفت 4 موشک بالستیکی را نابود کرد که به سمت ریاض حرکت می‌کردند و از یک تلاش حمله موشکی بالای مؤسسه‌های گازی در شرق این کشور خبر داد. اگر ایران بلافاصله بس نکند، چون من هم شنیدم که همین گونه روحیه‌ای وجود دارد، دیگر هیچ چیزی برای برقرار کردن اعتماد نمی‌ماند. در میدان گازی حبشن امارات متحده عرب بعد از آن که از اصابت 2 موشک پیشگیری شد، فعالیت‌های این مؤسسه بازداشته شده است. مطبوعات ابوظبی روز 19 مارس خبر داد که بعد به کان گازی باب افتادن پاره‌های از موشک، کارخانه استخراج گاز بسته شد. در همین حال در پیشروی نگرانی‌ها از بحران در ساحه استخراج نفت، نرخ آن باز هم افزایش می‌یابد. ارزش نفت برنت بیش از 5% افزوده برای هر بشکه $112.84 نرخ گذاری شده است.